یک دستاورد بزرگ و آبادی نداریم، در حالی که کشورهای مثل پاکستان، مثل هند که همزمان با ما با عین تجارب منطقه اینا رشد کردن، قدرت هسته‌ای شدن، و فضا ستلایت پرتاب کردن، در عرصه سکتور صحی پیش رفتن، در هر بخش اینا پیش رفتن. و افغانستان خیرات خور و گدایگر جهان و منطقه است. پاکستان یک دو سه پیپ روغن بر شوان میکنه، هند یک دو سه خریده برنج، و ما همین فرهنگ گدایی است که در اونجا ترویج شده. میره مردم گرسنه، مردم محتاج. یک سرزمین عجیب و غریب است. و باز شما که از بود سیاسی نگاه کنین، که گرد و خاک است، که شعار است، که 5000 سال تاریخ داریم، که ما با غیرت هستیم، غیرت داریم، وطن پرست هستیم. بابا کجایتان غیرت؟ کجایتان وطن پرست؟ چی کردن بر از این سرزمین؟ بجز از این که هر کسی آمد و گذشت مثل یک رباطخانه، کاروان سرا، و از گرد سم اسب و خرشان این سرزمین ویران شد و گرد و خاک شد، و اینا آمدن و رفتن، آمدن و رفتن، آمدن. مردم بیچارام دمو به اصطلاح مخروبه ها گرسنه و تشنه سال هاست که اینمی زندگی مردم است. شما عکسای 19 افغانستان، 19 افغانستان ببینین، تا حال هیچ تغییری در زندگی مردم نیامده. و من وقتی که این نظریات شما را میخواندم در این پست، با خودم فکر میکنم که یعنی واقعا یک کشور در جهان وجود داره که تا این حد هیچ تغییر نکرده باشه، در یک نقطه بند مانده باشه، مردمش هیچ تغییر نکرده باشن، در حدی که بیان از کسی مثل طالب حمایت کنن. من فکر نمی کنم که همه طور باشه، که خودشان گرسنه به مکتب رفته باشن، پدر و پدر کلانشان گرسنه به مکتب رفته، اولادشان حال بعد است که همون مکتب هم نداره که گرسنه بره، ولی اینا هنوز نقاره میزنن که ما با غیرت ترین آدم ها هستیم، ما وطن پرست ترین آدم هستیم، ما چرت هستیم، ما پرت هستیم، و از کسی مثل طالب حمایت کنن. به هر حال تشکر که تمام این خاطرات خوب خود را از دوران طفولیت و مکتب با من در میان گذاشتم. واقعا من منقلب شدم از خواندن از او، یک تعداد از او صادقانه اشک را به چشمای ما آورد. چقدر ما رنج کشیدیم و هیچ ختمی هم به این رنج نیست. یعنی کشورهای دیگه حداقل میگن خب برو از بد بهتر میشه یا از بدتر بد میشه، از ما روز به روز است که از بدم بدتر شده میره. دیگه من صحبت بر گفتن ندارم، فقط حس کردم که وظیفه این است که از 300 و چند انده نظری که در او پست، چون من گاهی وقت نمیکنم همه نظریات را در همه پست ها بخوانم، ولی اکثریتی خاطراتتان را خواندم. برای همه ما متاسف هستم که در این سرزمین نفرین شده به دنیا آمدیم، که نه ما یک دوره مکتب انسانی را تجربه کردیم که با یک نان درست، با یک محیط سالم ما مکتب بریم، نه نوجوانی خود را فهمیدیم، نه جوانی خود را، نه کهنسالی، نه پیری. و این تنها از یک نسل نیست، 4 نسل است که این مردم به می حالت هستند. و تغییر هم در هر سرزمین فقط از مردمش می آید و مردم ما تغییر نمی کنن. من نمیفهم اکثریتشان مفکوره های جهالت و تمام چیزی که اینا فکر میکنن، من نمیفهم دین است و هم دین هم معلوم نیست که از چه بود. بنابراین متاسف هستم برای همگی ما، واقعا متاسف هستم. چون فکر کنین اگر ما در یک سرزمین دیگه به دنیا می آمدیم، یک بار انسان زندگی میکنه. حداقل اگر در هند به دنیا می آمدیم، در پاکستان به دنیا می آمدیم، حداقل فقر تنها دردی می بود که می داشتیم، حداقل گرمی هوا تنها دردی می بود می داشتیم، حداقل یک چیز می بود، ولی زندگی انسانی می بود. یک آدم فقیر می بودیم، یک کلبگک می داشتیم، صبح کار برو شب همونجا اولاد ما. چه فاجعه هایی که در این جنگ ها نشد، به اضافه از او فقر. من فکر میکنم که ما همیشه حال باید به جای از این که از تاریخ 5000 ساله خود چرت و پرت میگیم، باید یک صدا و منسجم هرچی از گذشته بود رد کنیم، تقبیح کنیم، انتقاد کنیم، نفی کنیم. چون هیچ کسی برای سرزمین هیچ کاری نکرد. اگر میکرد ای دایره عقب ماندگی و فلاکت و رنج از یک نسل ما به نسل بعد ما، از یک نسل ما به نسل بعد ما،
او هم به بدترین شکل به میراث نمیرسید. حداقل اگر ما و همسن و سالایم طبقی خاطراتی که نوشتن با شکم گرسنه اینا به مکتب میرفتن، اگر ما آدم با غیرت و وطن فرست در این سرزمین می داشتیم، امروز اولاد ما بعد تجربه را نمیکرد. ولی ببینین که ما شکم گرسنه به مکتب رفتیم، ولی مکتب بر رفتن بود، حالمون مکتب هم نیست. بنابراین از این بابت هر کس که آمد شعار داد که ما غیرت داریم، تاریخ 5000 ساله داریم، نمیفهم که آدم باید جواب از اینا را چی بده. اگر ما تاریخ تا 5000 ساله می داشتیم، افغانستان طویل خانه جهان، خیرات خور جهان و نفوس مظلومش گدایگر جهان نمی شد که هر روز که شما صفحات هر جایی را باز میکنیم فقط خبر عزیز که نان بتن به مردم افغانستان که میمورن. باز یک کشور با تمتراغ سپی روغن برشان روان میکنه، هند 2 خلطه آرد روان میکنه، ایران 2 خلطه برنج، باز اینا میان عکس میگیرن، باز اینا را میتنین بگیرن مردم گشنه و گدایگر افغانستان بخورن. اینی از تاریخ 5000 ساله و غیرتی که یک تعداد بیرق بلند میکنن و در اطرافش اتن میکنن.